سلام علیکم، چطورین؟ خیلی خوش اومدین به یک ولاگ دیگه با من. امروز همونطوری که از تامبلین و تایتل ویدیو مشخصه، قراره که یک روتین شبونه خیلی آروم با هم دیگه داشته باشیم. امروز روز خیلی خاصی واسه من نبود، من کار خاصی زیاد بیرون نداشتم، ولی از ظهری رفتم بیرون که بیشتر با شهر آشناشم و بیشتر بچرخم توی شهر ببینم چه خبره. و بیرون بودم، خیلی راه رفتم، خیلی فعالیت کردم، درنچه خیلی خستم و میخوام که یه شب خیلی آرومی رو در واقع برای خودم درست کنم، بشینم سریال ببینم، روتین پوستیمو کامل انجام بدم و بعدش هم هرچه سریعتر بگیرم بخوابم، چون فردا که در واقع اول روز هفتمون میشه خیلی کار داریم، خیلی زیاد کار دارم که بعد انجام بدم. در نتیجه ترجیح میدم امشب خیلی خوب استراحت کنم و نهایت استفاده رو از شب آروم ببرم که فردا خیلی کار داریم. در نتیجه بریم که با هم ببینیم چه خبره. خیلی فکر نمی‌کنم ویدیوی بلندی باشه، من خیلی روتین خاصی ندارم، ولی خب دیگه به هر حال از اونجایی که توی دستشویی هستیم و نمیخوام صدام خیلی بپیچه، اینو زدم که صدامو قشنگ داشته باشین. بعد یه نکته دیگه هم که بهتون بگم، عموما من توی شبایی که بخوام خیلی مثلا چیل کنم و خیلی مثلا همه چی خوب باشه و فنسی باشه و اینا، اولش دوش میگیرم، ولی امروز چون صبح رفتم حموم و سرده و زورم میاد توی این سرما برم حموم، برای همین تصمیم گرفتم که حموم رو از این بخش روتین شب ایدئالم حذف بکنم، به جاش بیام فقط صورتمو بشورم. با اینکه اصلا امروز بیرون داشتم میرفتم آرایش نکردم، ولی خب کرم مرم مرطوب کننده و اینا میزنی دیگه، آدم بالاخره بعد صورتشو شب بخواد چیل کنه بشوره. میریم سراغ شستشوی صورت که شما قاعدتا اگر قبلش چیزی روی صورتتون داشته باشید بعد پاکش کنید با دستمال مرطوب یا میسلار واتر مثلا، پاک میکنید. پوششیتون کرد، صورت هم جوش نمیزنه دیگه و من راحت شدم از این فاجعه. و درسته یه سری قرصای استفاده کردم که خب درسته، خب تحت نظر دکتر این کاری کردم، ولی خب خیلی خدا رو شکر صورتم خوب شده و دیگه مثل قبل نیست. خیلی راضیم از این داستان. توی مرحله اول شما با یه پاک کننده چی میگن برپایه، خیلی من واردم توی این جور چیزا، برپایه روغن، البته میسلار واتر برپایه روغن نیست فکر کنم، نمیدونم، با یه پاک کننده صورتتون رو پاک میکنید، حالا هرچی دارید دم دست. بعد از اینکه قشنگ پاک کردید صورتتون رو و هیچ چیز دیگه ای روی صورتتون نبود، میتونید صورتتون رو بشورید. راحت است، چقدر سفته. 100% دستتون هم قبل شسته باشید، دستتون تمیز باشه که خدایی نکرده یه وقت جوش موش نزنید. کلا فکر کنم آب خیلی داغ برای پوست خیلی چیز خوبی نباشه. حالا بلند مثلا اگه سردتونم هست، مثلا سرده هوا و اینا، با یه آب ولرم صورتتون رو بشورید، هیچ وقت داغ نکنید. این بهترین قسمت روزه واقعا. دستمالم شنیدم که میگن هرچی اینجوری خشک کنید، یعنی اینجوری ضربه‌ای بزنید خشک کنید، بهتره تا اینکه بکشید روی صورتتون. من حالا اینجا توی هتلم در حال حاضر حولم پیشم نیست، از دستمال کاغذی استفاده میکنم، ولی اگه یه حوله نرمم داشته باشید که خب قاعدتا باید خیلی بهتر باشه. من توی مرحله بعد از اینکه صورتمو شستم خوش کردم مسواک میزنم. حالا دیگه میریم سراغ بقیه چیزایی که حالا من به صورتم میزنم. من چیز خیلی خاصی نمیزنم، من یه دونه سرم ضد جوش دارم، اونو میزنم، بعدش هم یه دونه کرم دور چشمو میزنم و بعدش هم کرم مرطوب کننده. حالا در کنارش من میخواستم، این در واقع یه جورایی یه بهانه‌ای بود برای اینکه بخوام بیام هم داستان این چند مدت رو براتون تعریف کنم،
همین که بیشتر صحبت کنیم با هم دیگه. من 2 هفته، آره دقیقا میشه تقریبا 15 روز که من مهاجرت کردم و فعلا دنبال جا و خونه و اینجور چیزا. یه واحد پیدا کردم، فعلا در حال صحبت و اینا. این که دارم میزنم کرم، در واقع سرم کافئین دور چشم، کم درگیر اون خونه هم و حالا بخوام جابجا بشم و اینا. از اون طرف برنامه دانشگاه هم دادن، کلاسامون از اکتبر شروع میشه خدا رو شکر، و من قشنگ این وسط این زمانو دارم که جا بیفتم اینجا رو دور و بر رو قشنگ بشناسم، ببینم چه خبره. میدونی یه دفعه‌ای وارد اینجا نشدم که بعدش یه دفعه‌ای بخواد کلاسام شروع بشه. قشنگ یه ماه وقت دارم که جا بیفتم و اینا. این پوانش خیلی چیز مثبتی شد برای من، چون من یه جوری هم که وقتی وارد یه محیطی میشم باید همه چیشو یاد بگیرم اول تا خیالم راحت باشه وقتی اونجا زندگی میکنم. وقتی نشناسم محیط اطرافمو، البته همه همینطوری انا، ولی یه حالت اینسکیور و ناامنی دارم اگه نشناسم محیط اطرافمو. برای همین خیلی به نفعم شد که یه ماه تقریبا فرصت داشتم برای اینکه جا بیفتم و خیلی خوشحالم از این بابت. اون طرفم ولی خب در نهایت این شکلی شد که مووین دی هم با شروع کلاسام فکر کنم تقریبا 1 هفته یا 10 روز فاصله داره، ولی خب اشکال نداره دیگه. حالا عوضش جا افتادم و توی اون 7 روز میتونم خودمو اونجا در واقع تطبیق بدم و زود کارامو شروع کنم. در مورد دانشگاهم خدا رو شکر 3 روز در هفته فعلا اونجوری که متوجه شدیم کلاس داریم و 2 روزش کاملا واحدای اینترنشیپ و عملی و کارآموزی و اینا مونه. 1 روزش از صبح کله سحر تا غروب ما چیز داریم، ما کلاس تئوری داریم و فکر کنم 5 تا کلاس تئوریه و اصلا یعنی نگاش میکردم داشتم سکته میکردم، گفتم خدا به خیر بگذرونه چهارشنبه ها رو. یعنی چهارشنبه ها احتمالاً روز مرگ من میشه دیگه. من میرسم خونه آش و لاشم احتمالاً. درس خوندن رو خیلی دوست دارم، خدای حال میده، خصوصا وقتی رشته‌ای باشه که مدت هاست داری واسش تلاش میکنی تا بالاخره بتونی توی اون رشته درس بخونی، با اون کمپانیایی که تو ذهنته کار کنی. تمام اینا اهدافته، ولی خیلی حس خوبی داره وقتی اون رشته‌ای رو بالاخره شروع می‌کنی که تمام دوران لیسانس دوست داشتی که هر چه زودتر لیسانست تموم شه تا بتونی تو ارشد این رشته رو بخونی. یه روز کامل راجع به رشته‌ام میشینم باهاتون صحبت می‌کنم، اگه دوست داشتید حتما بهم بگید. این از روتین پوستی من که 3 مرحله بیشتر نداره. بعدش هم یه دونه بالم لبی چیزی پیدا می‌کنید می‌زنید به لبتون که از اون خشکی در بیاد و تمام میشه روتین پوستی شبانگاهی. یکی دیگه از مواردی که خیلی کمک میکنه شبا موقع خواب ذهنم آروم باشه، نوشتن و برنامه‌ریزی کردن کامل کارهای فرداست. اینجوری شب خیلی خواب راحت تری دارم و فکر و خیال نمی کنم. دیگه هم که در مورد شبا هست، وقتی آماده میشم میرم تو تخت و بخوابم و اینا، بعضی وقتا گوشی دستم زیاد میگیرم و اینجوری میشه که میبینم مثلا 2 ساعت 3 ساعت دارم توی اینستاگرام و یوتیوب میچرخم و این خیلی کار اشتباهیه. یه تجربه بهتون بگم که اگه یادتون باشه و پیج یاسیبیوی منو فالو داشته باشین، میدونید که من حدود 1 ماه پیش رفته بودم پیش یه سری از بچه هایی که روی طول عمر دارن کار میکنن به اسم زینوملاین جی بی تی و این بچه ها در واقع گروه تحقیقاتشون یه توصیه‌ای که به من داشتن، توجه به اینکه لایف استایل منو بررسی کرده بودن، شما باید قبل از خوابتون حداقل 2-3 ساعت به صفحه اسکرین گوشی و حتی تلویزیون نگاه نکنین. توی اون ساعت پادکست گوش بدی خیلی بهتره تا اینکه بخوای تلویزیون نگاه کنی. الان یه مدتی بود که من این کارو نمی‌کردم و وقتی می‌خواستم برم توی رخت خواب واقعا گوشی رو می‌ذاشتم کنار، ولی از وقتی که دوباره مهاجرت کردم و اومدم اینجا یکم رعایت نمی‌کنم و گوشی رو با خودم تو تختم میبرم و موقع خواب اینستاگرام میچرخم، یوتیوب میچرخم، ولی خب کار درستی نیست قاعدتا.
بچهای زینوم هم اگر دوست دارین پیجشون رو توی دیسکریپشن توی اینستاگرام میذارم، حتما برید پیجشون رو فالو کنید، ببینید چیزای باحال زیاد میذارن و کلا کار خیلی جالبی انجام میدن. خدایی من خیلی به وجد میام وقتی میبینم تو ایران کسی داره یه همچین ایده خفنی رو اجرا میکنه و قندم دورسا جون گرم و تیم خفنش. امیدوارم که همیشه موفق باشه. شبا گوشی رو بذارید کنار. این ولاگم تموم شد. امیدوارم که شما هم شب خوب و آرومی داشته باشید و به خودتون برسید، خودتون رو دوست داشته باشید، چون واقعا با ارزش‌ترین چیزی که آدم‌ها تو زندگی دارن اول خودشونه، بعد اطرافیانشون که دوستشون دارن. شب بخیر و تا درودی دیگر بدرود.